بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفی. الصلاة و السلام علیک یا مولای یا ابا صالح المهدی و رحمت الله و برکاته. درباره تقسیمات حدیث و روایت بحث می کردیم. اگر به ذهن شریفتون ثبت کرده باشید گفتیم تقسیمات خبر و حدیث به 6 قسم عنوان می شود که این 6 تا تقسیم عمده، برجسته و مورد توجه محدثین است. اگر تقسیم‌های جزئی باز هم بتونیم بگردیم قابل دسترسی است، ولی محجور و غیر معروف و قابل توجه نیست. این 6 تا تقسیم رو به 6 تا اعتبار، هر تقسیمی به یک اعتبار، رسیدیم به تقسیم سوم. تقسیم سوم چه بود؟ تقسیم خبر به اعتبار اوصاف راوی. گفتیم این تقسیم طبق مشهور 4 قسم است. تقسیم خبر به اعتبار اوصاف راوی عند المشهور 4 قسم هست: صحیح و حسن و موثق و ضعیف، که هر کدام هم اقسامی داشت. رسیدیم به قسم 4 که عبارت است از ضعیف. قسم 4 که عبارت است از خبر ضعیف بسیار بحث مفید و قابل توجهه. برای ما امروز همین خبر ضعیف رو درست شناسایی کنیم، این ساعت از عمر شما انشاءالله ضایع نشده است. برای این که درباره ضعیف خیلی نظرها و آراء متفاوتی وجود دارد که آثار سلبی و ایجابی مهمی دارد. بنابراین شناخت خبر ضعیف یا شناخت ضعیف برای ما در بحث رجال از اهمیت بالایی برخوردار هست. عنوان بفرمایید: تعریف خبر ضعیف. آنچه از بیانات محدثین و فقها به دست می آید این است که خبر ضعیف عبارت است از روایتی که دارای سندی است که اعتبار آن به اثبات نرسیده. این تعریف را که گرفتیم، در جمله کوتاه خبر مسندی که اعتبار سندش کامل نیست، فقط سند. و بنابراین عناصری که در این تعریف وجود دارد: یک،
خبر صدق روایت می کند. تعریف در اوائل درباره روایت به محضر شما ارائه شد که روایت چیست؟ نقل قول معصوم و ذکر در جوامع معتبر روایی. روایت صدق میکنه. یک. دو، دارای سند است، سند دارد. سه، اعتبار سندش کامل نشده. این سه تا عنصر در تعریف وجود دارد. بنابراین خبر ضعیف در حقیقت یک صفت و موصوف است. به این معنا ضعیف صفت است، خبر موصوف، و ما پس از تعریف به این نکته رسیدیم که ضعف برمیگردد یا ارتباط دارد به سند. پس در حقیقت ضعیف صفت سنده، سند ضعیف. خوب فهمیدیم؟ بنابراین خبر ضعیف سند دارد. اجازه اینا در تخصیص بیارسن. امهلنی رویده. این نکته کلیدی رو دقت کنیم. ضعیف صفت سند است، یک سندی هست و اون سند ضعیفه، پس سند هست ولی ضعیفه. ضعیف چیست؟ خود ضعیف عبارت است از عنوانی که در مقابل صحیح و موثق و حسن قرار میگیرد. یعنی توثیق خاص ندارد، ممدوح نیست و توثیق عام هم ندارد. توثیق ندارد و ممدوح هم نیست، در مقابل اقسام دیگر خودش قرار میگیرد. لذا زم ندارد. اونو فعلا اینو داشته باشد. فعلا میرسیم به این نکات، همشو ذکر میکنیم. فقط طلبتون شما فقط مهلت بدید که ما این سفره ضعیف رو که پهن کردیم خیلی کار داریم، چون ضعیف رو در اطلاع عمومی میگن مجهول، ضعیف است، تمام شد. اینجوری نیست. اینو خوب دقت کنید، خیلی اثر داره. آلا اجازه بدید. بله اجازه بدید. اون اصطلاح دیگه ای دارد. بسیار خوب. فقط شما مهلت هم بدید که من این کامل بکنم. سوال خیلی خوبه، بسیار عالیه، آمادگی کامل داره، ولی بعد از که حرف کامل بشود، وسط حرف که کامل نشده از سوال یک کمی رشته رو متلاشی میکنن. بسیار خوب. چه میگفتم؟ تعریف ضعیف چه بود؟ در نقطه مقابل صحیح و موثق و حسن. این رو در ضیاء الدرایه مراجعه کنید، به همین ترتیب تعریفش کرده است. بسیار خوب. اینه که فهمیدیم. بنابراین تعریف ضعیف که ضعیف وصف چیست و معنای ضعیف چیست برای ما اجمالاً که روشن شد، اینطور نتیجه میگیریم: خبر ضعیف
عبارت است از خبری که دارای سند است، یک اعتبار مایی دارد اما سندش کامل نیست و توثیق نیامده، اعتبارش هنوز کار دارد، نیاز دارد به کامل شدن، یک ارتباط ضعیفی است. سند ارتباط، ضعیف صفت، سند ضعیف ارتباط ضعیف، ارتباط قطع نیست. ارتباط ضعیف نیاز به تقویت و مرمت دارد و ارتباط ضعیف قابل تقویت هست. معنای ضعیف رو خوب فهمیدیم. قطعا الان اذهان شریف شما هم به آثار و ثمرات کمابیش منتقل شده است که بابا چه میگن؟ ضعیف است، اطرحو ضعیف است، این نیست. حالا ببینیم این مطلبو که گفتیم برای ضعیف دو قسم ذکر شده است در کتب رجالی. از درایه شهید بگیریم تا مرحوم شیخ بهایی و تا مقدمه مرحوم مامخانی و تا ضیاء الدرایه. دو قسم دارد. قسم اول ضعیف به معنای خاص. ضعیف دو قسم دارد. قسم اول ضعیف به معنای خاص، قسم دوم ضعیف به معنای عام که سوال بعضی از عزیزان این هست. ضعیف به معنای خاص که صاحب ضیاء الدرایه میگد این است که درباره خود راوی جرح آمده باشد، یا جرح در عقیده یا در عمل، به اصطلاح جرح عقیدتی که از لحاظ عقیده آدم فاسد العقیده است، عقیدش فاسده، عقیده حق را ندارد، یا از لحاظ عملی که آدم با تقوا و پایبند نیست، و یا ممکنه جرح از دو جهت باشد، عقیدتی و عملی. این ضعیف به معنای خاصه. و ضعیف به معنای عام همان است که برای شما به عرض رسونده شد در نقطه مقابل موثق، توثیق نشده، متن ندارد، صحیح نیست، اونگهی به این معنا به سند مجهول و سند مرسل و حتی سند مشترک هم ضعیف گفته می شود. ضعیف است، هنوز اعتبار کامل نشده، اعتبار باید کامل بشد. این معنای دوم ضعیف. و متاسفانه یا در هر سر اصطلاحی را که اصولی ها بیشتر به کار میبرند این معنای دوم است. ضعیفی که توثیق نشده، اعتبارش ثابت نشده. و از همین اصطلاح خاص اصولی عوام متشرعه
مؤمنینی که کمابیش اهل مطالعه هستند میبینن ضعیف کتاب اصول کافی را میپرسن و شنیده اند که بعض از اسنادش ضعیف، اعتبار ندارد. اعتبار ندارد رو متاسف اینجا بود. اصول آمده کم کم به خورد عوام شاید داده. چه میگد اصول؟ میگد اعتبار که ثابت نشد کلا اعتبار، حذف، حجیت ندارد. روایت باید اعتبارش ثابت باشد. اعتبارش که ثابت نبود روایت کلا روایت، هیچ ارزشی گویا ندارد، از اعتبار ساقط. این حرفو که اصول در بحث حجت مطرح میکند که شک در حجیت مساوی با عدم حجیت هست، یه بحث اصولی برای خودشان بوده. بعد در اختیار عوام که قرار گرفت چه شد؟ خبر ضعیفو میگن حجیت ندارد، از اعتبار ساقط، یعنی دیگه هیچ. در تلقی عوام حدیث ضعیف می شود مساوی با حدیث مطرود و مجعول. حدیث که ضعیف مطروده، مجعوله، در حالی که ما که به دقت بنگریم اونی که مطروده فقط حدیث مجعوله، نه حدیث ضعیف که متاسفانه بعضی ها میان صحاح حدیث رو از یک کتاب بزرگی جمع میکنن که این درست شد و دیگه تمام. این برداشتی است بسیار سطحی و بدور از انصاف و دقت. خبر ضعیف بالمره از اعتبار ساقط نیست. ما این جمله را به ذهنمان ثبت کنیم که بسیار مفیده. خبر ضعیف مساوی با مجعول نیست. خبر ضعیف نیاز دارد به تکمیل. و ثانیاً بعضی ها که افراط کرده اند در جهت اثبات صحت از طریق توثیق خاص راوی، طوری در عمل رجال رو اعلام میکنن که خبر معتبر آن است که فقط راویانش موثق و صحیح و عادل باشد. اگر راویان یک روایت توثیق نداشت اعتبار برای روایت امکان ندارد. این یک در هر علمی افراط تفریطی است. این یک افراطه. هستن معاصر هم هستن که اون روایت درست است که رجالش دونه دونه توثیق داشته باشد و الا فلا.
یک مقدارم اصول در وقتی که از حجت بحث میکنه این رو پشتیبانی میکند، نتیجه میداد بیرون و عوامی و عامیانه میشد که خبر صحیح و درست فقط همان خبری که راویانش یکی یکی توثیق داشته باشد. این مطلب به دور از واقعیت و تعمقه. حقیقت این است که خبر موثق با این وصفی که گفته شد درسته، راویانش همه توثیق داشته باشند، ولی یکی از مصادیق روایات معتبره است. اما روایات معتبره یا راه‌های ثبوت اعتبار برای روایت متعدده، تنها صحت و توثیق راوی ها نیست. ببینیم این جمله هم جزء جمله های کلیدی در ذهنمان ثبت بشود که موضوع حجیت خبر گفته بودم، موضوع احسنتم جزاکم الله خیرا، خدا خیرتان بدد که یادتان هست یه جایزه امروز گرفتید. دوستان فکر میکنن که جایزه چه باشه؟ جایزه همین دعا بود دیگه. ما که برای کسی که پول نمیدیم به سادگی جایزه شونو گرفت. چه بود جایزه؟ موضوع، اینو بگم چشم، موضوع حجیت خبر با تحقیق دقیق کبار فقهای نجف وثوق به صدوره. خود محدث باید وثوق به صدور اون روایت به دست بیارد، از طریق سنده، از طریق قرائنه، از طریق متن شناسی است، از طریق کثرت روایت. دیروز گفتم سهل بن زیاد که همون یک سهل بن زیاد، حالا پسوند آدمی انسی جنیشو بذاریم، پسوند آدمی هم به قول آقای ترابی داره برای خودش، اما سهل بن زیاد حرف و حدیث زیاده دربارش، جرح دارد، تعدیل دارد، از خود شیخ هم جرح دارد هم تعدیل. اما چه گفتم دیروز؟ کسر. احسن. 2000 روایت سید الاستاد میفرماید سهل بن زیاد 2000 روایت نقل کرده. مگه میشد بگه آدم قابل اطمینان نیست؟ و تو تعدیلات و ترجیحاتشو دیدی. جرح و تعدیل سر جای خودش باشد. جرح و تعدیل در صورتی که جبرانی نداشته باشد، فقط جرح باشد، درسته. و اما اگر ببینیم که جرح و تعدیل آمد اول بین خودش تعارض کرد، یه جا جرح یه جا تعدیل، شیخ تعدیل هم کرد، و بعد ببینیم 2000 روایت و این 2000 روایت خود همون موثقین نقل میکنن، اونایی که اعتماد دارن. خب ما یک راوی رو ببینیم که 2000 روایت از طریق اهل بیت، راوی و مرویون عنش هم از ثقات، مگه اعتماد نمی کنیم؟ باید تحقیق کنیم. بنابراین موضوع حجیت خبر وثوق به صدور است، نه فقط توثیق راویان سند، نه فقط.
این مطلب رو که گرفتیم که بسیار نکته اصلی بود، الان به این نکته اشاره کنیم که ضعیف رو ما در متون اصلیمان هیچ گاهی مردود ندانسته ایم. اصلی ترین متن ما درباره تحقیق رجالی همان آیه نبعه و روایت ضعیف، سند ضعیف که بسیار چهرش برجسته باشد، خبر فاسقه. تازه خبری که توثیق و تعدیل ندارد هم ضعیفه به معنای عام، و خبری که از راوی فاسق رسیده باشد هم خبر ضعیفه. مثال بارز خبر ضعیفه. سند اصلی ما چه میگد؟ میگد ان جاءکم فاسقون، منطوقش ها مفهوم و کار نداری، منطوقش چه میگد؟ ان جاءکم فاسقون بنبأ فتبینوا. چرا به سند اصلی مراجعه نکنید؟ این نکته است که مرحوم میرزا نائینی به این نکته ظریف اشاره میکند که اصلا خبر ضعیف از اول از نظر دور نیست. تبینوا، خبر فاسق تبین کنید. چرا؟ لیس کل فاسق یکذب، لیس کل مؤمن یصدق. گاهی میشد که آدم فاسق ولی این خبر رو که نقل میکند راسته، مطابق واقع. تبینوا. ما تا اینجا به این حقیقت رسیدیم بسیار هم به روشنی که اگر برخوردید که یک جوانی طلبه ابتدایی یا یک عامی که یک مقدار مطالعه دارد یا یک دانشگاهی، آقا این کتاب کافی و اصول کافی شما روایات ضعیف دارد، این همه میگفتید کافی، خود اون آقا نوشته است که کافی روایات ضعیف دارد، هیچی. باش بگید معنای ضعیف رو نفهمیدید. معنای ضعیف ساقط از اعتبار نیست. ضعیف را با مجعول یکی تلقی نکنید. این نکته خیلی مهم و قابل توجهه. لذا ما اگر کتابی باشد که روایات صحیح و ضعیف داشته باشد، نمیتونیم بگیم که اونو مقدار روایاتی که از لحاظ سند صحیح درسته و اونو مقداری که سندش توثیق ندارد درست نیست. میگیم این دسته که راویانش توثیق دارد اعتبارش کامل است، اون دسته که توثیقش کامل نشده است، توثیق خاص یا عام ندارد، باید بگردیم تا اعتبارش رو کامل کنیم که کار اجتهادی و فحص اجتهادی این خط زحمت و استقصا می طلبد. معنای خبر ضعیف الحمدلله تا جایی که در توان بود و برای شما عزیزان به عرض رسونده شد، معنای ضعیف رو که فهمیدیم. اما اون طرقی که ضعیف را توانمند می کند طلبتون در بخش توثیقات یادداشت بکنید، از من بخواهید 10 تا راه برای اثبات اعتبار داریم. یک راهش توثیق راویانه، 9 راه دیگر
همون که اشاره کردم، متن و قرائن و کثرت و اعتماد و شهرت الی آخر 10 تا راه که کار اصلی ما اونجاست. انشاءالله شما را به تأخیر انداختم، اگر یادتون هست سوالتون بفرمایید. خب منظور از عوام که عوام الناس نیستن دیگه، عوام از فقهای رجالی همین درایه هستن. بله منظور از عوام اشاره کردم. تقریبا این سوال ذهنی شما حل شد. گفتم که اینا که یه مقدار مطالعه دارن یا یه سوادی دارن، تقریبا یه مقدار مطالعه دارن، یا یه قسم دانشگاهی یا طلبه ابتدایی، اینا مقدمات و مطالعه کتاب کافی را شنیدن که چقدر مهمه. بعد از خطیب از منبری شنیدن که کافی بعض روایاتش ضعیفه و بعد تلقی کردن که ضعیف که هست که دیگه هیچی، تمام کارش. و الان یکی از اشکالات دانشگاهی ممکنه این باشد که چه؟ که این کتاب کافی هم درست نیست، روایات ضعیف دارد. این اصلا برای کتاب سلب اعتبار اعلام می شود. منظور از عوام شما بگید عوام. همونطوری که برای شما عزیزان به عرض رسوندم، تقسیم روایت بر اساس نظر مشهور یا تقسیم مشهور روایت به اعتبار اوصاف 4 تاست، اما غیر مشهور 6 قسم می شود. اون 4 قسم اول به اضافه 2 قسم دیگر. 5م روایت معتبره. معتبر اصطلاح اخیر و محدث فقهای متأخرین هست. معاصرین یعنی تا 60-70 سال به این طرف می‌فرمایند معتبر 2 تا معنا دارد. یک معنای عام که تمامی روایات از صحیح تا موثق دارای اعتباره. معنای خاص معتبر می شود قسم 4. معتبر آن است که توثیق عام داشته باشد. توثیق خاص براش نیومده. توثیق عام که داشت، سند کامل و زیاره و تفسیر قمی اگر آمده بود بر اساس مسلک سید الاستاد یا بر اساس مسلک محدثین دیگر از رجال ابن ابی عمیر و بزنتی و صفوان اگر بود، یا وکالت از امام و توثیقات عامی که بعداً خواهد آمد، اگر توثیق عام داشت میشد معتبر. این قسم 5. قسم 6 هم شهید در درایش میفرماید عبارت است از سند قوی. سند قوی اسمش قوی هست، اما نسبت به اخواتش به اون قوت و قدرت نیست. سند قوی عبارت است از سندی که راویان آن کاملا امامی باشند و راوی باشند. بحث کردیم که راویش کسیست، امامی و راوی، ولیکن دربارشون هیچ گونه جرح و تعدیلی نیامده باشد. این سند که سند قوی
نامگذاری شده است بعضی ها تحت عنوان موثق مندرج میکنن با کمک اصل اصالت الصحه که انشالله بحثش خواهد آمد یا اصالت العداله یا خود ولایت. در بحث رجال یک مقدار بحث عقیدتی اضافه می شود که خود ولایت اگر ثابت بشود برای راوی و کذبش ندیده باشید قابل اعتماده. در هر سر این قسم رو میگوین قسم چهارم از اقسام ششم. احسنتون، اگر شما نباشید من ممکنه بین 4 و 6 نتونم فرقی اعلام بکنم. قسم ششم بارک الله فی صفقتکم. اقسام روایت به اعتبار اوصاف راوی کامل شد الحمدلله. تقسیم چهارم به اعتبار چی بود؟ یادتونه؟ سند و طریق. احسنتم بارک الله فی صفقت که شیخ جایزت باید بگیرید، خدا انشاءالله خیرتان بده. به اعتبار سند، خود وصف سند، به اعتبار وصف سند به چه صورت؟ سند اتصال دارد یا انقطاع دارد، سند متصل است یا منقطع است. این بازم همون تعریف مشهوری است که به سمع و نظرتون رسیده است، تقسیم مشهور و غیر مشهور. تقسیم مشهور به اعتبار سند به خبر به 2 قسم تقسیم می شود، مسند و مرسل. مسند و مرسل. یک نکته رو اینجا کامل بکنید که کلمه مرسل رو گفتم تداعی شد، ارتباط دارد با بحث ضعف. در بحث ضعیف و ضعف یک نکته وجود دارد به عنوانی که اگر انشاءالله نوشته رجالتون کامل باشد اینو به عنوان متمم بحث درباره معنای ضعف بیارید. اصولی ها مخصوصا سید الاستاد میفرماید که جبران ضعف که یک اصطلاحی است که برای ما اونجا کمک میکنه، جبران ضعف یعنی تقویت سند ضعیف، این اصطلاح معروفی است. پس سند از جبران میشود. منتها یه نکته رو میگد که باز هم به سودمون تمام میشود در اون مرحله. چه میفرماید سید الاستاد مکتبشون؟ میفرماید که جبر ضعف درباره روایتی مطرح است که مرسل نباشد. چرا؟ چون موضوع جبران سند ضعیفه، سند است و ضعیف است. اما اگر مرسل بود سند نیست، موضوع ندارد، سالبه منتفی به انتفاع موضوع است. چه چیز را باید تقویت کند و رفوع و ترمیم کند؟ سندی نیست. لذا
مطلبی را که دنبال می‌کردیم کاملتر شد. جبران ضعف اصطلاح معروف محدثین و رأی سید الاستاد که مرسل قابل ضعف نیست چون سند ندارد، ضعیف قابل جبران است چون سند دارد. قسم چهارم انشاءالله از ابتدا برای جلسه بعد انشاءالله تعالی برای شادی روح حضرت معصومه که سر سفره کرمش هستیم صلوات خواهیم.